بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، حافظ ابن قدامة رحمة الله عليه در کتاب نفیس خویش عمدة الاحکام حدیث 2011 را ذکر کرده گفتند که عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ایشان صفت تلبیه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل کرده گفتند که تلبیه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. معنای تلبیه لبیک گفتن است. اصل این تلبیه، اصل این لبیک گویی برای آن امری الله تعالی هست که به واسطه حضرت ابراهیم علیه السلام اعلان داشت. الله تعالی فرمود که و اذن فی الناس بالحج، ای ابراهیم علیه السلام و مردم اعلان کن تا از دور و نزدیک پیاده و سواره به زیارت این خانه بیایند. حضرت ابراهیم علیه السلام و بالای سنگ برآمدند، گفتند که ایها الناس ان الله فرض علیکم الحج فحجوا. ای مردم، الله تعالی برای شما حج را فرض گردانید، پس حج کنید. معنای لبیک اللهم این است که یعنی پروردگارا، ای الله، تو ما را دعوت کردی که به زیارت خانه ات بیاییم و ما لبیک گویان آمدیم. لبیک اللهم لبیک معنایش این است که لبیک ای الله لبیک. اصلی کلمه لبیک وقتی که ندا کرده می شود شخصه، اگر به شخصی ندا کننده لبیک گویان جواب دهد، معنای لبیک این است که یعنی اگر رفت و یگان فرمانی داشته باشید ما برای اطاعت آماده هستیم. برخلاف دیگر نوعی جواب ها، مثلا وقتی نامتان را گرفته فریاد میکند گفتید که ها، خوب، خوش گفتید، چی سخن داری، چی گفتنی داری، این احتمال است که رد کند، احتمال است که اطاعت کند. اما معنای لبیک یعنی اگر یگان فرمان باشد ما لبیک گویان اجرا میکنیم. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد بودند و دو نفری از صحابگان بین همدیگر جدال و مناقشه کردند و آوازهاشان بلند شد، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد اعتکاف نشسته بودند، از داخل خیمهشان برآمدند و وقتی که پرسیدند که چی گپ است، بعد فهمیدند که بین ابن ابی حضرت و کعب ابن مالک مناقشه بود است برای قرض. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ابی حضرت وقتی نامش را گرفتن لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله گفتن که دع الشطر، نصف قرض را بخش. ابن ابی حضرت به کعب ابن مالک قرض داده بود است.
و کعب قرض را سپاریده نمیتواند، آمده در مسجد کشاکشی میکند، جدال میکند، آواز بلند میکند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ابن ابی حضرت گفت که لبیک یا رسول الله، گفتند که نیمیش قرض را بخش. در حال گفت که قد فعلت یا رسول الله، در حقیقت این کار را من کردم یا رسول الله، یعنی نیمی قرض را بخشیدم. گفت بعد گفتند که ای کعب حاضر خسته چی کن، مبلغی باقی مانده را سپر. گفتم. بنابراین حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در شرح همین حدیث گفتند که در فتح الباری اگر وقتی که صاحب پول، صاحب قرض نیمی قرض را بخشد، آدم قرضدار باید در حال یعنی باقی مانده مبلغ را سپارد، چون که نیمش بخشیده شد، نیمی دیگرش را هم به تأخیر نگذارد و در حال سپارد. گفتم. خب معنای لبیک یعنی وقتی که لبیک میگویید یگان اگر سپارش بیاد باید اجرا کنید و الا لبیک گفته نمیشد اگر اجرا نمیکردگی باشید. لبیک اللهم لبیک، ای الله ما به فرمانهای تو لبیک میگوییم و لبیک گویان آمدیم. وقتی که تو به زیارت این خانه ما را امر کردی ما آمدیم لبیک گویان. لبیک لا شریک لک لبیک، ما به تو لبیک میگوییم و این نوعی لبیک را غیر تو به کسی نمیگوییم. یعنی در دنیا کسی نیست که همه سخنهای و اجرا کرده شود. یگانه ذاتی که باید همه سخنهایش اجرا کرده شود این الله است. اما از مخلوق ها شاید سخنش را رد کنید و بگذار هم رد کنید، خاصتا اگر خلاف امر الله تعالی باشد. کسی شما را فرمان دهد، کسی شما را خواهش کند به یک عملی که خلاف شریعت باشد، شما باید قبول نکنید. یگانه الله است که همه فرمانهای او را لبیک گفته قبول کرده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که اصلا هر یک امری که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر میکنه اصلش از جانب الله تعالی است. لبیک لا شریک لک لبیک، ای پروردگار ما به تو لبیک میگوییم، تو شریک نداری، یعنی دیگر کسی نیست که همه سخنهایش را لبیک گفته شود. ان الحمد و النعمت لک، حمد از آن تو هست، نعمت از آن تو هست، ملک از آن تو است. ان الحمد و النعمت لک والملک، ملک هم از آن تو هست، لا شریک لک، تو شریک نداری. این تلبیه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این محض توحید است. بنابراین حضرت جابر رضی الله عنه در نقل صفت حج پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ثم لبى النبی صلی الله علیه و سلم بالتوحید، پیامبر صلی الله علیه و سلم با توحید لبیک گفتند و این واقعا پر از توحید است. لا شریک له اینش نفی است، انکار کردید غیر الله تعالی دیگر خداهای باطل را انکار کرده، گفتی که الله تعالی شریک ندارد، به یگان شریک الله تعالی اینقدر مخلوقات بسیار را آفرید و از جمله آسمان های و زمین های و انسان و حیوان های و حشرات و خزنده و زمین و درخت و آب و دریای و کوه و تمام مخلوقات را الله تعالی به یگان شریک آفرید. حالا اگر یک عمارت کوچک اگر شما نظر کنید، در یک عمارت سهمی هزارها آدم است یا ده های و صدها آدم سهم دارد، اما الله تعالی اینقدر مخلوقات بزرگ رو به شریک آفرید، به یاری دهنده آفرید، جل جلاله و تقدست اسماء. الله تعالی شریک ندارد و این واقعا توحید بود. لیکن مشرک ها وقتی در زمان پیش از آمدن دین اسلام حج میکردن در تلبیهشان شریک می آوردن. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک میگفتن، بعد میگفتن که الا شریکا هو لک، یک شریک غیر یک شریکت میگفتن، یک کس شریک میگفتن و این البته شرک اکبر است.
که پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاف مشرک ها برآمدند. حضرت جابر گفتند که و اهل النبی صلی الله علیه و سلم بالتوحید، پیامبر صلی الله علیه و سلم با توحید لبیک گفتند. و اصل دعوت همه پیغمبرها دعوت به سوی توحید بود. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در حقیقت به تمام امت ها، مردم ها پیغمبر فرستانیدیم. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، پیغمبرها مردم را دعوت به این میکردند که الله تعالی را یگانه پرستش کنند و از عبادت طاغوت اجتناب ورزند، یعنی از عبادت غیر الله تعالی دوری جویند. کسی غیر الله تعالی را پرستش کند او طاغوت است، طاغوت را عبادت کرده است. و واقعا لا اله الا الله عبارت از دو رکن است. لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق، نیست ذاتی که ستایش کرده شود بر حق. انکار کردیم تمام خداهای باطل را، الا الله، مگرم یگانه ذاتی که سزاوار پرستش و عبادت است این الله است. لا اله ساز و برگ امتان، نفی به اثبات مرگ امتان. کسی که هم لا گفت و هم الا گفت، یعنی پره لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، ساز و برگ امتان، سبزیش و پیشروی آن امت، آن ملت در پره تلفظ کردن لا اله الا الله و عمل کردن به مقتضای لا اله الا الله است. نفی به اثبات مرگ امتان، کدام آدمی که نفی کند مثل زمان شوروی خداها را نفی کند، یگان نوع خدا نیست گوید یا نیست خدای گوید الا الله را نگوید، غیر الله نگوید، این مرگ امتان، این گونه ساختی دولت داری، این گونه مردم از بین می رود. لا الا ساز و برگ امتان، نفی به اثبات مرگ امتان. بنابراین درباره شدن که فکر او در تنبادی لا بیماند، مرکبی خود را سوی الا نراند. یعنی اونایی که بی خدا بودند، چیزی را پرستش نمی کردند، میگن که آنها در تنباد فکری لا بیماند. لا اله میگفتن، فقط در دنیا یگان نوع اله نیست میگفتن. مرکبی خود را سوی الا نراند، به سوی اله حرکت نکرد، الا الله گفتنی نشد. بنابراین آنها غرق شدند، نیست و نابود شدند. این کلمه تلبیه لبیک اللهم لبیک بسیار محض توحید است و شخص حاجی وظیفه دار است که از ابتدای نیتش وقتی که لبیک حجن یا لبیک عمرتن گفت، لبیک را با آواز بلند میگوید مردها. حتی بعضی صحابه ها میگن که آوازشون بلند میبرداشتن به درجه که آوازشون گم میشد، تا وادی فلان نرسیده آوازامو گم میشد گفتن. یعنی لبیک اللهم را بلند میگفتن. و زنها لبیک اللهم را پس میگوید. اگر یگان مرد نباشد در گرد و اطراف، یگان زنی همسایه‌اش اگر شنود باکی ندارد، لیکن مردها باید نشنود و اینچنین با آوازی بلند نمیگوید، با آوازی که خودشان شنوند کفایه هست. خب در روایتی در دوامش مصنف گفتند که قال و کان عبدالله ابن عمر یزید فیها. عبدالله ابن عمر غیر از این تلبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم با کمتر اضافه میکردند. میگفتند که لبیک لبیک و سعدیک، ای پروردگارا ما به تو لبی میگوییم، به فرمانهای تو باز لبی میگوییم. و سعدیک یعنی که از تو یاری میپرسیم برای اطاعتت، مساعدتا فی طاعتک بعد مساعده، در طاعت های تو از تو یاری میپرسیم. والخیر بیدیک، نیکی ها همش در دو دست تو است. والرغبه الیک والعمل، و امید همش از جانب تو است. ما از تو طلب میکنیم، از تو میپرسیم، چون همه خیر در دست تو هست. گفته عبدالله ابن عمر زیاد میکردن و این زیادتی از عبدالله ابن عمر
اصلا از عمر هم نقل شده است. میگن که حضرت عمر هم همین زیادتی رو میگفت و بعضی هم میگن که این زیادتی ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده انکار نکردند. جابر رضی الله عنه گفتند که و کان الناس یزیدون علی تلبیه النبی صلی الله علیه و سلم، مردم به تلبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان چیز اضافه میکردند و نبی صلی الله علیه و سلم یسمعهم ولا ینکر علیهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنیدند و انکار نمیکردند. این معنی اون دارد که صحابه ها فهمیدند که از عموم نصوص قرآن و سنت فهمیدند که در لبیک یگان جمله یا عباره اضافه کردن اجازت است، بنابراین اضافه کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شنیده انکار نکردند و این علاقه سنت است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده و دانسته انکار نکردند. اگر منکر میشد انکار میکردند. لیکن به هر حال چخیلی که قاضی عیاض میگن که اکثر علما گفتن که المستحب و الاختصار و علی تلبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، مستحب این است که همون چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همون خیل تلبیه گفته شود. و به قال مالک و الشافعی، و همین گپ امام مالک و امام شافعی هم گفتن، امام نووی نقل کردن. خب این بود درباره تلبیه. شخص عمره کننده از بعد نیتش وقتی که لبیک عمرتن گفت، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، گویان رفته میگیرد تا دیدن کعبه. اما شخصی حج کننده بعد نیت حج تا پرتافتن سنگ اول، و دیگر قول های هم است، لیکن قول صحیح همین است، تا پرتافتن سنگ های یکم روزی عید لبیک اللهم را بسیار میگوید و شرط نیست که لبیک اللهم را آهنگ کرده همراهی جماعت گفته شود. خودتان تنها به کسی نگاه نکرده گفتن گیرید، کوشش کنید معناهایش را سرفهم روید. هر کلمه‌ای که میگوید باید معنایش را دانید. در همین قدر کفایتی میکنیم.